کانال دیجی ماشمالو با افتخار تقدیم میکند. داداش تو چهارشنبه سیره شد؟ آره بابا. بیسموک بالاخره یه لباس جدید خریده، خیلی هم عالی شده. نه بابا، من لباسمو انداختم تو باکتس، بعدش هم چیرکاش رفته هم شایم چی من میفهمم پویجه هایا اومدم لطفاً. بابا بوده ما خودم مخلمش بس دیگه خودم صدا چی بود؟ نمیدونم، شاید چهارشنبه شده. نه ریدش تو خودش. بابا زنش خواه دیدی تو خودت بیسموک ها؟ ما اومدیم تا اینجا. چی؟ اینقدر وسایل این کمه. راست میگه روشون کمه. ببین چه خواه اصلا لباسم دوباره سبز شد. آره این خیلی کمه، اصلا کمه. ببینید من میام بابا اجازه گرشد دای چی؟ ما خودم براتون گوش کنم. بیا بیسموک از خودشم گوز دارم. اصلا نرم از بابا اجازه برم. ای بیشوره صدا کوبو شدم خودم. برو بابا ببین دست حسابی بهشون میدی پوفیز. چی میگی؟ بهشون میگیم کسی بوده جایگو که بک این منده چه خر بودن ها؟ اصلا خیلی خنده بود. دیو آلوم میگوشم نو فلک پو نه بکشمتن. ماشینی که تازه خریده بودن. دست حسابی بشیم بده. نه ماشینی تازه خریده بودن. چی میگه خسته شد خودم بدن که ماشین میخوادم چه درس حسابی بهشون دادیم ما. آره خیلی درس یه بعد خیلی خلا از ماشینش میشه پرش بس شاید بایستم که یعنی چی؟ الان میام میونه نجات بگم خریدم. خریده که یه ماشین معموله کنه حالا باید درس حسابی بهشون میدیم. فهمیدین؟ این داره میزنه. اوکی بله این داره چیزی گذیشه. آماده حرکت. آماده
اومده. والا قربون همه آماده هم؟ همه آماده. بله قربان همه آمادن. همه آمادن. همه آمادن. آماده؟ آره آماده. آماده. بالا سیا دارن وارد منطقه میشن. اوکی وارد منطقه شدن. دیدم با کپونشون. بالا گروه اشتر گروه بالاس ها و گروه استریپ یا گروه بالاس ها پوچه چی گویی میکنن؟ چطور نفسه کنین دیگه؟ آقا شما مثل چی کار میکنی؟ من خودم بوم بسته یه روز میگی بعد خبه یا پرنگ یاده نگیم بیم میگن چهارشنبه سوری هستن مرکی که مزه کم میکنه اون نقا بوم شما نداره برو بابا من بوم بسته یا دزدیدم از پایگاه نظامی ساختن پایگاه نظامی من در اونجا زندگی کردم. بابا این چیه دارن میگی اصلا به من نگفتی؟ برو بابا وقتی بچه بودی اصلا به چی باید به تو بگم؟ اصلا الان بزرگم شدی الان باید چی بهت بگم؟ الان باید به چی بگم؟ بوم هسته‌ای من دزدیدم. یعنی چی؟ دی بچه اومده. اوکی الان دکمه رو میزنم. الان دکمه رو میزنم. یک دیگه تلویزیون کنم. بوم هستی گم شدی. بریم با رئیس جمهوری اسلامی لطفا صحبت کنیم. رئیس جمهوری بمب هسته لس آنجلس بمب هسته‌ای جمهوری اسلامی توسط یه مرد کیر خرف ببین به خودم دزدیدمش. به خدا گفتم خودتون روشن آقا ناصر رئیسی خدا گفتم اصلا دستم ما بابا شروع نه یا خدا اترمه ببینیم چی بود. دشمن رو برده به دنیا بشوشودی تا ویدیوی بعدی اصلا سابسکرایب کنیم. اگه نکردی شب میام تو خواب میکشمت. از من گفته باشم سابسکرایب کنیم چون به خاطر این ویدیو دهنم سرویس شده. چنل دیجی مارشمالو رو دنبال کنید لطفاً.